چندی پیش در روزنامه‌ها طی بخشنامه‌ای اعلام شده بود که پزشکان میبایست از این به بعد به جای کلمه سرطان پستان از عنوان سرطان سینه استفاده نمایند. پزشک محترمی نیز طی مقاله‌ای در همان روزنامه معترض شده بود که در علم آناتومی پستان و سینه دو مقوله جدا از هم هستند. سینه قسمتی از بدن است که ریه و قلب زیر آن قرار دارد و پستان روی آن. بنابراین نمیتوان به جای پستان گفت سینه و در نهایت هم به ریش مبتکر این واژه‌گزینی خندیده بود. یادم نیست این بخشنامه را وزارت بهداری صادر کرده یا پیشنهاد فرهنگستان زبان بود یا اداره اماکن. کاری هم به این نداریم که این آقای دکتر تا چه حد راست میگفت یا نه، ولی این را میدانم که این مقوله سر دراز دارد و ابعاد آن خیلی گسترده تر از این حرف هاست. مثلا معلوم نیست تکلیف واژه‌های دیگری که ترکیب مشترک دارند چیست. میپرسید یعنی چه؟ حالا توضیح میدم. از این به بعد به پستانک چه باید گفت؟ سینه‌اک یا واژه دیگری پیشنهاد می شود، یا لغاتی که مشابه و نزدیک به آن هستند مثل پیستون یا پسته، چون اگر معتقد باشیم که الف و نون آخر پستان الف و نون تثنیه است، بنابراین پسته که مفرد آن است را چه باید نامید؟ از پسته که بگذریم، ما جزو داروهای گیاهی داریم به نام سپستان که معمولاً با عناب تجویز و مصرف می شود. آیا از این پس وقتی به عطاری می رویم باید سراغ عناب سسینه را بگیریم؟ اگر جناب عطار در جریان این بخشنامه نباشد تکلیف چیست؟ از آن بالاتر تکلیف گروه پستانداران در علم جانورشناسی چه میشه؟ آیا سینه‌داران جایگزین مناسبی است یا شیردانداران را باید پیشنهاد کرد؟ مثلا تصور کنید گوساله که از اول خلقتش تا حالا برای خوردن شیر مادر به سراغ پستان گاو در بین پاهای عقب رفته، حالا باید به سراغ سینه گاو بین پاهای جلو برود. تازه چی گیرش می آید که بخورد؟ بعد می رسیم به لغات هم‌ارز. مثلا در صنعت واشری داریم به نام ممه‌ای که به سر شیلنگ یا لوله وصل می شود. آیا ممه‌ای نیز ممنوع است یا اشکالی ندارد؟ از همه اینها که بگذریم، تأثیر چنین بخشنامه‌ای در ادبیات بسیار مشکل آفرین است. تصور کنید دیوان تمام شاعران باید بازخوانی و بازنویسی شود. مثلا باید بگوییم گویند مرا چو زاد مادر، سینه به دهان گرفتنم. به همین ترتیب بسیاری از اشعار فولکلور باید اصلاح شود. از جمله اتل متل توتوله، گاو حسن چه جوره، نه شیر داره نه سینه، شیرشو بردن به گینه. حالا اگر در هندوستان قحطی شیر هم شد که شد. هاکذا ضرب المثل‌های زیادی داریم که باید اصلاح شوند و فعلا با آن کاری نداریم. اما مشکل بعدی بعد از اصلاح شعر شعرا در نسل بعدی ظاهر می شود. یعنی جوانهای نسل آینده که بچه‌های کنونی ما باشند، وقتی در شعری به واژه سینه برمیخورند نمیدانند واقعا منظور شاعر همان سینه است یا این سینه قبلا پستان بوده که حالا شده سینه. مثلا وقتی شاعر میگوید سینه خواهم شرح از فراق، یا میگوید خدایا سینه ای ده آتش افروز. بله. همچنین واژه‌هایی مثل سینه ریز، سینه خیز رفتن، سینه سپر کردن، سینه چاک و قص علی هذا. قص علی هذایش این است که اگر در رستوران گارسون پرسید ران مرغ می‌خورید یا سینه مرغ، معلوم نیست حرف بدی دارد میزند یا بیچاره منظوری ندارد. توجه دارید که در چنین شرایطی آدم به همه چیز شک می‌کند. مثلا وقتی مترجمی انشراح صدر را فراخی سینه ترجمه کرده، معلوم نیست این بخشنامه دست و پای او را در ترجمه بسته یا اینکه واقعا فراخی این سینه فراخی سینه است. ملاحظه می‌فرمایید که یک سرطان سینه چه علمشنگه‌ای ممکنه به دنبال داشته باشه. سینه سوخته همتونم.